من دیگه نیستم. میفهمی دیگه نمیتونم. خسته شدم. وادو دختر چه کاری از دستت برمیاد؟ معلم میشی؟ ها؟ ببینم دکتر میشی؟ مهندس میشی؟ چی کاره میشی؟ بگو سلیته چی کاره؟ حرف بزن. آدم! من میخوام فقط یه آدم باشم، بی غیرت. میخوام یه زن باشم، یه خانوم. نگاه کن صورتتو خانوم. فقط خودت ممکنه نصف مردم این شهر میدونن زیر این صورت چقدر خانومی هست. اگه من تقلب کردم تو هم بودی، اگه کلا سر مردم گذاشتم تو هم بودی، اگه دزدی کردم تو هم بودی. بگو تو تموم این پدر سوخته بازی‌ها که من در آوردم تو چی بودی؟ مریم مقدس؟ منم یه جونوری مثل تو، اما دیگه نمیخوام باشم. خسته شدم از کلا گذاشتن سر مردم، از لاسیدن با هر نره غول، از حول و بلای کلانتری و پاسبون. خسته شدم از اینکه آشغالم، از اینکه آدم نیستم، از اینکه زن نیستم. خسته شدم. بس دیگه مرد. برو پول گرد تو، پول نشگی تو از یه چیز دیگه ای در بیاره. این نوندونی رو ول کن. بس اونو چی کارش کنم دختر؟ بیا اینجا، بیا نگاش کن. اون فقط پدر من نیست، پدر تو هم هست. حالت چطوره پدر؟ خب چی؟ من که واسه بابامون کاری از دستم بر نمیاد. تو چی؟ هنوزم میخوای یه زن باشی؟ دیگه نمیشه ما رو برسونم. وادو ارواح مادرت واداش. چی شده؟ ما رو تا این پایین میرسن. پیاده برو. مرد حسابی برسن. پیاده برو تو پد باشه. آقا جان قربان قد بالات به شما. به این مرد ریشو بگو برو تا این آبادی پایین برسن. کجا میخوای بری؟ همین پشت کوموها دیگه، همینجا. خب برو بالا. برو بالا. چشم برو بالا. کجا داری میری؟ مگه طویله؟ آقا گفت که برو بالا. کشیدم. خورد تو پوزم. حالا ماشین رو کثیف میکنه. اسم آبادی که میخوای بری چیه جواب؟ های پشت این بغله. اسم آبادی شو مینه چی مینه؟ آقا میننش تهرون. ناکس عجب راهش نزدیک به تهرون میگه آبادی. بندازمش پایین. بله خفه خون بگی. تو میخوای بری تهرون چیکار؟ هم ولایتی ها مینه تو تهرون پیر ریختم. هم دو خیابوناش پیر ریختم. خب برو پولا رو جمع بکنم. جمع بکنم. آخه اسراف پول هم تو خیابونا ریخته باشه. آره ریخته. اما واسه هر قرونش باز از صبح سحر تا غروب آفتاب 6 تا آجر رو تا 7 طبقه بالا بندازی. آجر بندازم؟ اگه بخواستم آجر بندازم که تو آبادی خودم آجر بید. میخوام برم همینجوری پول رو جمع بکنم. مفتکی گناه داره، اسراف و گناه. تو آبادی خودت چی کاره بودی جوون؟ والا اولش تفنگچی خان بودم. میخور رو هوا میزده. ای والا پس ما یه همچی شکارچی تو مملکتمون بود و خبر نداشتیم. از ما پشت دستمون هست. اون سنجاق رو هوا همچی میزنه که کمر سنجاق تا میشه. قربان بذارین بندازمش پایین. خیلی توپ چیه؟ همش تیر و تفنگ و ترقه در میکنه. حالا که دیگه در نمیکنم. بعد که خانبازی ور افتاد ما چوپون آبادیمون شدیم. اما یه روز مجبور شدم یه پلنگ رو همینجوری بگیریمش و خفش بکنم و بخورمش. عرض نکردم قربان توپ چیه؟ اجازه بدیم پیادهش کنم و از دستش راحت بشیم قربان. حالا مگه تو پلنگ نداریشون؟ خفه شین. خب که گفتی پلنگ خفه کردی، با چی خفه کردی؟ خب معلومه با این دستا. یه دستمو چپوندم تو حلقه جو. برو به کاسبی برسون. مرد گیرشون تو مدونی کدام خیابون پرپیلتره؟ همین خیابون از همه خیابونا پرپیلتره. پس ما خالی شده با اجازه.
سلام. به کجا؟ ها ما دارم برم یه خود پیلا رو جمع بیرم. این پیلا تو خیابان بمونم، ما جمع میکنم، اون وقت عقب میمونم، برم پولا رو جمع بیرم. هی بیبی واسه تو هم جمع میرم، میارم که خود چشم دل سیر بشه. صبر کن یه دقیقه صبر کن. اینو بگیر، رو این کارت اسم و تلفن و نشونی من نوشته شده. هر جا گیر کردی یا کمکی خواستی با همین کارت میتونی یه راست منو پیدا بکنی. ها با این کارت شما رو پیدا کنم. باشه پیدا میکنم. خداحافظ مردریشو. خداحافظ جناب آقا. خیلی ممنون که ما رو رسوندی. اگه قسمت شد برای شما پیل جمع میکنم، واسه تو هم جمع مینم، واسه خودم جمع مینم، واسه ماشینت هم جمع مینم. سلامت. عجب دیوانه‌ای پیدا میشه. آبرو داره، خیلی آبرو داره. انقدرم پول داره که نگو نپرس. تیرمون بهش بگیره رو برای رئیس انجمن محله. زن و بچه نره، خودشه و مادرش. تو 40 سالگیه. نگاش تو نگات بیفته ها، بی برو برگرد خاطر خواد میشه. فردا تو محلشون یه مدرسه اکابر وا میشه. همه اهل محل میرن. همونجا میتونی ببینیش. نمیخوام خانم جان، نمیخوام، قربونت برم. من زن بگیر نیستم. مگه با توه؟ اگه من با زن بگیرم که با منه. تو تنها پسر منی، تقصیر من چیه که آرزوی یه نوه رو که دارم؟ فقط یه پسر زایدی، باز یکی دیگه میزایدی که اون واسط عروس بیاره و نوه دارت کنه. دختر حاج حسن صراف خوبه؟ نه خانم جان. دختر بگم خانوم؟ نه بگم نه مگم، هیچ کدوم. خارزاده نه اگه خارزاده پسر دایی نوه خاله خود خدارم بگی میگم نه خانم جان. من 1000 تا گرفتاری دارم، 1000 تا دردسر دارم، دقیقه به دقیقه مال یه نفره. من زن بگیر نیستم خانم جان. فارسی گفتم که حالیت بشه. شد خداحافظ. ببین میگم دختر اصغرخان دردشتی هم خوبه ها. نمیخوام، من از اون بدم میاد. اما من ازش خوشم میاد. خودت بگیره. که عین بابای خدا بیامرز قد و لجبازی. خانم جان استکان چای رو بگیر، دیرم شد. دیگه هم صحبتش نکن. میگم که خانم جان خب زن نمیخواد که نخواد، نمیشه که به زور تو حلقش کرد که شما هر چند تا زن زیادی داریم بفرستیم پیش خودم. منتشون دارم رو چشمم میذارم. هر چند تا من خواستیم جفت سفارش بدیم. خاک بر سرت، برو پیکارت، برو بشو ببینم. پشیمون میشین ها. بله خب برو بمیر. ز گهواره تا گور دانش بجو. حالا من از آقای کاظم آقا خواهش میکنم که تشریف بیارم بالا و مستفیدمون بفرمایم. بفرمایید کاظم آقا، بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خب هر چی گفتنی بود حاج آقا رضا گفته. وقتی میخوای دلت روشن بشه و با سواد بشی، فرق نمید سالت چقدره. مهم اینه که چقدر آدم دوست داشته باشه از بی سوادی در بیاد. وقتی با سواد شدی دیگه زیر بار حرف زور نمیری. دیگه اون طوری زندگی میکنی که خودت میخوای، نه اون طوری که مردم واسط صلاح میبینن. اما یه چیزی دیگه هم هست. وقتی داشتم می اومدم بچه‌هایی رو تو کوچه دیدم که داشتن بازی میکردن. شیشه های پنجره های خونه مردم رو میشکستن و فوش میشنفتن و اما به توپ میچسبیدن و وا نمیموندن. خب چیکار کنن این بچه‌ها؟ بالاخره یه جا میخوان که بازی کنن. بیان یه فکری به حال بچه‌ها بکنیم، راه ورزشی درست کنیم. این حرف امروز منه. اگه کسی هم فکر میکنه بی خوده، خب حتما من اشتباه میکنم. اما اگه حتی یه نفر پا پیش بذاره، ما باید این کارو بکنیم.
خب کسی هست؟ من گردنبند عروسی خودم هنوز دارم. اونو قبول میکنی از من کاظم آقا؟ وقتی مرشد رضا مرحوم شد من به خودم گفتم محلمون بزرگترش رو از دست داد، اما خدا شما رو نگه داره بیبی خانم. تا وقتی شما هستی محل ما بزرگتر داره. من هرچی دارم میدم، میدم. من 2300 تومن میدم. من گوشواره همو میدم. من گوشواره ساعت و علنگو میدم. منم 500 تومن. 400 تومن میدم. من 700 تومن میدم. منم 1000 تومن میدم. یک علم شنگه‌ای تو حجره را افتاده بود که نگو. خوشبختانه بنده سر رسیدم و قضیه رو فیصله باری دادم. کلا میرزا. بله. سلام علیکم خانم. سلام به رو ماهت، چه به موقع اومدی. این عکس‌ها رو نگاه کن. این اولی عکس دختر حاج غلام برگم از کشتی خبر میگیره. سوراخه، بهشون بگو سوراخ شده. بگم چی؟ راستی من کشتی رو شرکت میگم، با تو نوران نیستم، کشتی پرسیده سوراخه. سیمانای خارجی مون رسیده. ببین مادر این عکس دختر حاج حسن بله. صرافه، خیلی خوشگله. خب چی دستور میفرمایید؟ سیمانا رو میخوان یا نمیخوان؟ خب چی میگی مادر، میخوای؟ نم کشیده دارم به ما غالبش میکنم. بگو واسه عمه‌شون خوبه. وا چی میگی دختر حاج حسن صراف نم کشیده؟ حاج حسن کیه خانم جان؟ سمنتای شرکت نورام نم کشیده. من حرف از کار مردم میزنم. تو این خونه نشستی و فواره نگاه کردی و فال حافظ گرفتی و یه ریز ورد عروس و نوا و نتیجه تو زبونته. اما من اون بیرون با 1000 جور آدم و شرکت کشتی طرفم. پدرم از دست این زنگ تلفن در میاد تا بتونم یه استکان چای بخورم. تلفن نیستم. سوراخ خرده بوده، خودم آب علی زده خانه. رو کیسه های سمنت. انبار خیابونی آب افتاده تا لب در جلو اومده. 20 سالشه دیپلمم داره. تا چارچوبش آبه. اقلا 100 تا خواستگار داره. در جلو رو چیکارش کنی؟ خب چی میگی؟ در جلو رو صفر کن و سیمان بکش، بعدم از در عقب رفت آمد کنن تا ببینیم چی میشه. خدا مرگم بده. چیه خانم جان؟ چرا یه وریا یه خط در میون نگاه میکنی؟ آخه این چرت و پرتا چیه میگی؟ اگه ازشون خوشت نیومده خب بگو نیومده. چرا پشت سر دخترای مردم حرف میزنی؟ دخترای مردم چیه خانم جان؟ یه مش عکس داری دست ما، الکی ما هم نگاهش میکنیم. اصلا تو خیال میکنی هر چی ما نگاه میکنیم درست نگاه میکنیم؟ پس اینا که میگفتی چی بود؟ دست از سرم بردار خانم جان. من به دختر بگم خانم و دختر حاج حسن صراف خارزاده نمیدونم چی بابا. تلفن چی میگه از ژاپن؟ نیست بابا، غلط کرده که از ژاپنه. بگو رفته کره ما. نه نمیخواد، اونجا میفرستن دنبالم. بگو گم و گور شده. اصلا بگو رفته قبرستون، رفته اون دنیا. بفرما. یا این چیکیدانا از هندستون پای تلفنه، یا هاواریو مستر از انگلیس، یا چینگ چانگ چونگ از ژاپن. ولم کن خانم جان، بذار به زندگیم برسم. میرزا جون قربون هیکلت، تو به خرج شرکت یه زن واسه خودت بگیر، بچه‌هاتو بده ننه من بزرگ کنه، تمام شد. خدمتگزارم قربان. بندم قبلا به خانم والده پیشنهاد خفه خون بگی بلو گم فالی شو. پاینده دیگه گم چه شدن نداره، راضی؟ خودم مرخص میشم. موهاتو دم موشی کن، عین دخترای بدبخت چشم و گوش بسته که دنگی به دونجی میخورن ننشون قهر میکنن. آرتیست بازی رو کامل واسش بیار. هر وقتم لازم شد آبقوره بگیر. صبحم باز کله سر بری که از خونه نیومده باشه بیرون. گوشت با من هست یا نه؟ آره، دم موشی، آرتیست بازی، صبح کله سحر. خوب از بر شدم؟ بهش بگو 20000 تن کمتر معامله نمی‌کنم. آخه بابا آهن زعفرون که نیست مسقالی خرید فروش کنیم. آهنا رو تو بندر تحویل میدیم، سوخت و سوزش با خودشونه. نه ببین کیه داره در میزنه. اومدم. نه بابا با تو نیستم، با ننم بودم. ده به تو چه حال ننم چطوره؟ مرد حسابی تو فکر آهنا باش، هی بی خودی کانال عوض میکنه. فقط پرسجو کن ببین این کشتی کی میرسه بندر. بفرمایید. آره بیا تو جونم. باز این ننمو واسه ما یه تیکه گرفته. کی با تو حرف زن آورده خونه؟ تلفن یه کسی رو آورده، یه دقیقه دیگه میگه پاشو برو عقدش بکن. کارت داره. سلام. گوش کن خانم جون، من زن بگیر نیستم. به ننمم گفتم تو نمیخواد بگیریش، حیف نون. انگار خیر میکنم. من اومدم که کاری ازتون که کمک گفتم مو بخوام. به مو انجامش میدی. دیگه انقدر وزوز نکن، وقت زیادی ندارم، تموم شد. من خیلی گشتم تا پیداتون کردم. واسه چی؟ من دیروز تو مدرسه بودم. بودی که بودی. حرفای شما رو شنیدم. خب شما راست میگین، آدم باید اونطوری زندگی کنه که خودش میخواد، نه به میل آدمای دیگه. باری کله به آدم. من برای اینکه بتونم به میل خودم زندگی کنم به کمک شما احتیاج دارم. قابلی نداره. چه کمکی میخوای آبجی؟ من دیگه نمیخوام برگردم خونم. بله. من اومدم خونه شما بمونم. یعنی اینجا؟ بله تو خونه من؟ درسته. نمیفهمم. یعنی شما از خونتون فرار کردین؟ درسته. و اومدی تو خونه من بمونی؟ درسته. نه دیگه درست نیست.
مملکت قانون داره دختر. فردا 1000 جور برچسب رنگ و رنگ به همون میچسبونن. مثل یه دختر خوب راتو میکشی و میری خونت. عوضش منم واسه یه عروسک میخرم که تو خونه باش بازی کنی. من نمیرم خونمون. نه جونم میری. من نمیرم. من نمیخوام زندگی کنم. شما خودتون گفتین آدم نباید تسلیم نظر دیگران بشه. پدر خیلی خوب من گفتم، اما دیگه نگفتم هر کی تو خونش قهر میکنه بیاد تو خونه من بس بشینه. خودم میرسونه در خونه. من نمیگم خونم کجاست. بی خود زحمت نکش. دیگه داری پچارم میکنی یا؟ اگه بخواین میتونین منو از خونتون بندازین بیرون، اما حالا که دیگه اومدم اینجا با پای خودم بیرون نمیرم. من نمیخوام برم. من برای کمک خواستن اومدم. چی میخوای؟ خیلی خوب، هر چقدر پول بخوای بهت میدم، اما راتو بکش برو خونت. واسه اینکه من حوصله دردسر ندارم. دیگه از ما گذشته تو روزنامه عکسمون رو چاپ کنن و 1000 تا دریوری بارمون کنن. بیا جونم، اینم پول هر چقدر که میخوای ورد ولی دست به آبوره شدی؟ انگار تو هم دست ما رو خوندی. بیا خانم جان این پول بهش بده. اما پولم که بهش میدی بعدش میاد. آدم نمیدونه با چه سازش برقصه. برو از تو گاو صندوق یه 5 پهلوی بیار بهش بده. اما بعدش میره خونه. یادت باشه فارسی گفتم. خیلی خوب، ناراحت نشو دختر جون. بیا بشین، اون جوشیه. بشین. خوب چند سالته؟ یه دفعه دیگه جنس امتحان نشده به مردم بدین، همه رو بیرون میکنم. این کار نشد که اعتماد مردم 100 میلیون میارزه. درسته ولی پس نباید بذار. سلام. این بازم اینجاست که چه بهتر که اینجاست. قدمش روی تخم خفه خون بگیر ببینم. من که نگفتم خانم جان رایش کن بره خونش. الان که داره شب میشه، یه دختر شب چه جوری بره تو کوچه؟ گفتم بمونه فردا صبح بره. چی؟ یعنی خانم شب اینجاست؟ چه بهتر؟ خفه خون. اولا که هنوز غروبم نشده، دوما نصف شبم که بشه خانم باز بره خونش، سوما دیگه نداره خانم میره. بنده معتقدم که چاکر اگر چاکر بی چاکر باز بره خانم. اما این کار خداپسندانه نیست. کار خداپسندانه میخوای؟ خیلی خوب، یه مسجد و یه مدرسه و یه یتیم خونه میسازم، اما این خانم امشب اینجا نمیمونه. گوش کن دختر جون، اگه به جای اون یه انگشت تمام انگشتای دست تو با 10 تا انگشتای پاتو مثل شکلات گاز بزنی یا بخوری، بازم شب اینجا نمیمونی. لا اله الا الله. اما دارم بهت میگم خانم جان فردا باهاش بره خونش. حالیت شد خانم جان؟ آخه به چه زبونی بگم؟ خانم باهاش بره خونش. میخوای به انگلیسی بگم؟ خب بگو. She must go home tomorrow. یعنی همین فردا باهاش بره خونش. همین فردا. همین. چرا چی میکنی؟ این امشب کجا میخوابه؟ یه فکری میکنم دیگه، میبرمش اتاق ته راه رو. خوب شد؟ میرزا پاشو بیا تو اون اتاق، من یه خود باید کار دارم. چاکر جای خانم رو درست کنم. چشم. بله پاشو بیا، لازم نکرده. چاکر جای خانم رو درست کنم. بیا مادر، اینم سکنجبین و یخ. تشنت شد پاشو بخور. اینم رخت خوابت، با خیال راحت بگی بخواب. صبحم خدا بزرگه.
بگو تمام وضعیتشون رو تلکس بزنن. بنویس از این به بعد اگه هر کدوم از قراردادها امضا نداشته باشه بیفایده است. یعنی چه؟ تعجب میکنه آخه دختره بلند شده اومده اینجا بمونه که چی؟ به نظر تو این درسته میرزا؟ ببین میرزا سلام اصلا اومده میبینم اومده اینجا بمونه که چی بشه. بله بله. خانم خوابی یا بیدار؟ میخوای بیای تو؟ غلط میکنی. تکبا بیه دم در. خبری شده؟ ببین خانم جون من میخوام بهت بگم برو تو. لخت و پتی اومده دم در، برو تو ببینم. پاک ما رو مسخره کرده. دختره بی عقل خجالت نمیشه. برو تو خودتو بپوشون. وا مگه من لختم هی سرم داد میزنی؟ از لختم بدتر. یک کلمه بگو ببینم تو کی از اینجا میری؟ ببین جون مادرت این تن بمیره، این تنو کفن کردی. برو دلام از صاحب برو. آخه مگه من چی کارتون کردم؟ هیچ کار. من از آبروریزی و دردسر و حرف مردم میترسم. فقط میخوام راه تو بکشی از اینجا بری. میری؟ آخه بابا مگه من وبایی هستم که اینقدر از من میترسی؟ نه جونم من از خودم و دردسر میترسم. باشه صبح میرم. بگو به جون مادرم. جون مادرم. نشد. بگو به جون مادرم فردا میرم. به جون مادرم فردا میرم. قربون دهنت. خیالم راحت شد. حالا دیگه برم بخوابم. برم راحت هنوزم باید بریم؟ بپیچین به چپ. دیگه کدوم ور؟ بپیچین به راست. حالا کدوم ور؟ مستقیم بریم. حالا چی؟ همینجور مستقیم بریم. حالا؟ بپیچین دست چپ. راست بریم. چپ یا راست؟ حالا بپیچین دست چپ. چپی تو. اینم چپ. بومباسه. کدوم یکی خونته؟ کدوم یکی خونته؟ هیچ کدوم. یعنی دروغکی منو میچرخوندی؟ آره. یعنی تمامش حرف مفت بود. تو ورجک نیم وجبی یه ساعت منو چپ راست کردی حالا همش دروغ بود. یواش داری کفرمو در میاری. کجاست خراب شدت؟ جونمو بالا آوردی. خونت کجاست؟ حرف نمیزنی؟ بولوار الیزابت، خیابون سازمان آب و شماره. این دفعه دیگه راسته؟ آره این دفعه راستشو گفتم. خدا کنه. همون در سفیده اون بر خیابون. باز مطمئن بشم. شماره 86. اینجا شماره 40 آقا مگه نمیبینی؟ مگه تو خوری دختر؟ واسه چی منو دور شهر میگردونی؟ صبر کن ببینم. دیگه چه جور جونوریه؟ تو دیوونه ای میفهمی؟ تو عقلت پارسنگ برمیداره. یعنی مخت خالیه. درش بیار این لاپاس. کن
کفر منو در آوردی. تو هم کفر منو در آوردی. الان 6 ساعته که همش داری سرم داد میزنی. من نمیخوام برم خونه. من نامرافت چه گناهی دارم؟ دست از سرم بردار. مگه من ازت چی خواستم؟ قباله شهر تهرونو؟ من که توقعی نداشتم. دل من به یه نگاه محبت آمیز و یه بستنی گاز زدن و یه سوار شدن چرخ و فلک و چند تا دونه تخم کدو خوش میشه. من همینو میخوام. چیزی که هر بچه‌ای میتونه داشته باشه و من حسرتشو دارم. اگه برگردم تو خونه از این چیزای کوچیکم که مال بچه‌های کوچیک محروم میشم، له میشم، داغون میشم. حالا تو میگی برم خونه؟ خب کاظم آقا میرم خونم. تو هم لازم نیست زحمت بکشی، خودم راه خونمو بلدم. دختری خرس گنده چجوری ما رو دست انداخته؟ حالا طلبکارم شده بکش پشت دوری. دین تو شکر. چه کاره ما رو بامی داره این؟ خیلی خوب بیا بالا. گفتم بیا بالا، بستنی گاز نزده تخمه ندیگه. بیا بریم. بیا بهت اینقدر بستنی تخمه بدم کوف کنی که بترکی. بیا. چرخ و فلکم میبری؟ آخه من پس خدا وایسا. خیلی خوب بیا به جهنم. چرخ و فلکم میبرم سوارت میکنم. اما ایشالله از اون بالا بیفتی تا دستت بشکنه و زبونت لال بشه و چشاتم لامروت سگ بسته تو چشاش. میبریم. ببخشید اینا که این پشت عکسشون رو زدی بچرخ اینا که این پشت عکسشون رو زدی اینا مردن. برو بابا حوصله داری. اینا که این پشت عکسشون رو زدی این بنده خداها چی شدن؟ چی سرشون اومدن؟ اینا برنده‌های بخت آزمایی شدن. یعنی پیل گرفتن. تو بهش پیل دادی؟ خب به منم پیل بده میذارم رو چشم. باشه میگه باشه پس پیل بده دیگه. اول باز 5 تومن بده یه بلیط بخری، چهارشنبه 100,000 تومن برنده. تو میخوای 100,000 تومن بابا بدی با 5 تومن به تو بدیم تو 100,000 تومن بابا بدی. خب پدر نامرد تو 5 تومن از 100,000 تومن کم بکن باقیشو بده به ما دیگه. نمیشه اول باز 5 تومن بدی بلیط بخری، چهارشنبه برنده بشی. بابا مگه تو نمیخواد به ما پیل بدی؟ مگه حرف حساب سرت نمیشه؟ نمیشه چون مرد حسابی تو میخواد 5 تومن ما بگیری بعد 100,000 تومن بابا بعد تو 100,000 تومن بابا بده با 5 تومن میدی به شما. آقا من نمیبینی سی تومن 50 تومن 60 تومن 80 تومن 100 تومن
پس همینجاست که با آدم پیل میدن. اومدم پول بگیرم. هی آقا ببخشید کجا پول میدن؟ کی به ما پول میدن؟ بذارم تو سولاخ؟ مگه تو ما میدن 30 تومن به ما میدی؟ خیلی خوب. کجا این میدن به کی؟ سولاخ بذارم آقا. گذاشتم. چی شده؟ باختم آشن. بازم میدم پول میذارم یا گذاشتم تو سولاخ. بازم باختم. اینجا سولاخ اصلیه پیدا کردم. بردم پیل بده میگم آجان اومد. بازم میذارم. آجان برای چی میاد؟ پاسبان برای چی میاد؟ پیل منو بده. پاسبان چی نه؟ پیل منو بده. من پیل بدم. پیل منو بده. میذارم همه چونو داده میتونم. پیل منو بده. نامردیه خانم جان چیه؟ چه خبره؟ ایوا سلام. ما برگشتیم خانم جان. انگار آدرس خونش رو یادش رفته. میفهمی که خانم جان؟ آره میفهمم. خوبم میفهمم. کجا رو گرفتی آقا؟ بله خودم هستم. پسرموی من چیکار کرده؟ عوضی گرفتی. کی؟ خیلی خب الان میام اونجا. بله کارشون به اینجا حالا باید پروندهشون بره دادگاه. البته نه مگه رضایت این به ما گفت 10 تومان به 30 تومان. این به ما گفت اگه بذاری تو سوراخ برنده میشی. این به ما گفت بذار تو سوراخ. ما گذاشتم ولی پیلمو نداد. منم زدم. سلام و زهر مار. آخ کنی. بفرما جناب سرکار. عموزادم هم و پدرتو در بیارم. همه اینا رو تو زدی؟ ما زدم. همشونو ما زدم. متاسفانه باید عرض کنم پسرموی شما مرتکب جرم بزرگی. یه دقیقه اجازه بدین جناب سرمان ببخشینا. سلام. تو پسرموی منی؟ که پسرموی منی؟ من و تو کی پسرمو شدیم که من خبر ندارم؟ خب ما با هم دست دادیم. که وقتی با هم دست دادیم پسرمو شدیم. و زهر مار مردی که گردن کلفت قربتی جلوم بر تو چشم منم داری توپ میزنی؟ جناب سروان باید عرض کنم این بابا هیچ نسبتی با من نداره. الکی داره خودشو به ریش ما میچسبونه. ای برار سب کنم آقا میخوام منو بندازن زندون. حقته. تو هم که داری منو ولام میکنی. حقمه. واسه ببینم کورا پس حق من چی نه؟ همون زندونی که میخوام بندازنت قربتی زدی یه مشت آدمو لط و پار کردی حالا دم از حلق میزنی؟ آخه من که نکشتمشون فقط یه خود یه مشکی زدمشون. که نکشتیشون؟ تو گفتی کسی رو نکش. من نکشتم. اینایی که زدی یواشکی. ناگو ها
حالا برگرد برو که زندون منزل اول آخرته. کجا ما رو میذاری میری؟ ما غریبم، کسی رو نشناسم، کسی فامیلیتی با ما نداره. ما اینا نمورده فقط تو رو شناسم. تو دونی خدا یه کاری بکن که از زندان خلاصم بکنن. جناب سروان میگه اگه اینا رضایت بدن ولم میکنه که برم. اونا داشتن پیر منو میگرفتن، داشتن کلاه سرم میذاشتن. واسه مرد خوب نیستش که چشش باز باشه و 2000 رخصت بده که جیبشو بزنم. ما فقط نخواستم بزنم کلاه سرم بذارم. کمکم بکن برار، تو دونی علی خلاصم بکن. خدایا شکرت. نمیدونم چرا هر دیوار شکسته یه روز سر ما خراب میشه. یه دقیقه وایسه کنار ببینم چیکار میکنم. برو کنار. از همین پله ها برو بالا. تو اتاق میرزا بگی بخواب تا ببینیم بعدش چی میشه. فعلا شب بخیر. تو ایجا که مرد ریشو خسبیده. غلط کرده خسبیده. پاشو آب بخور، پاشو. گوش پس بله چی؟ آی کاظم آقا چه خبرت نیست شهید هوا کردی علم میری زودی کاظم آقا رو کاظم آقا تازه خود دادا برسی خاک دادا برسی داره من میکشد داره من میکشد کاظم آقا تو رخت خواب بنده چه کار میکند؟ من بهش گفتم بیاد اینجا بخوابه. شما در رخت خواب بنده اون باید اینجا بخوابه. پس بنده چه خاکی به سرم بریزم؟ تو هم میگی بکپ دیگه. بنده قربان غلط میکنم پیش این ملون بخوابم. هر دوتون باید اینجا بخوابی، هم تو هم اون. ما که خسبیدیم. دیدی آقا چی گفت؟ گفت ما بخواب تو بیشی ما رو باد بزن. نخوابی ما رو باد بزن. شیطون لعنت. چرا با خودت فش مینی؟ کاظم آقا بلند شو برو ببین چه خبره. بلند شو ببین چه سر صدایی راه افتاده. چی شده خانم جان؟ نمیدونم تو حیاط برو ببین چه خبره مادر. چه خبره؟ تکون بخور ببین تو این خونه چه علم شنگه‌ای بپر. چی نمیذاره بخوابیم؟ مادر بلند شو خودت ببین چه خبره. نمیدونی چه خبره ها. ما از اغرب نمیترسم ولی از مار میترسم. ما از اغرب نمیترسم ولی از مار میترسم. ما از اغرب نمیترسم ولی از مار میترسم. ای گامیش سلام علیکم. سلام علیکم. سلام خانم والده. سلام پسرم. این دیگه کیه؟ سلام. این همونیه که تو جاده سوارش کردیم. سلام. دیشب نصف شای واسش رفتم کلانتری. زده بود 25-30 نفر رو لطو پار کرده بود. میرزا این میرزا اصلا کنه نمیشنفه. آی مرد ریشو نمیشنفه. سلام از کردم قربان. میشنفه. بفرمایید قربان. اینجا چرا درش تنگه؟ در اون بره. از اون چجوری رفته بود تو سلاح؟ یه جناب بیان تو 4 نفر. چرا پارش میدی؟ کاظم آقا پیل میدم میخواد تو پارش میدی؟ کاظم آقا بیا چیزی بشش بگو. کن بابا من تو دیوونه ای بیبری؟ پاره میدم. آقا کجا رو میبینی؟ او کاظم آقایه. خب او فاتی خانومه. یعنی که چی؟ یعنی که تو بی خودی پروناشیسی بخیز. یا بخوا قربتی بگو تهران بچه دستت بشکنه. میگم اسقر چرا در باز من خودم باز میکنم حاج خانم. باش. سلام آبجی. چی میخوای اینجا؟ چی میخوام؟ دیگه وقتش آبجی. از اینجا برو. آبجی حالا وقتشه. ما همینجا سر کوچه با هم نیستیم.
محمد آقا داره میاد. روز دم این در نشستم. پس چرا لفتش میدی؟ حالا میری کلانتری عرض بشی؟ نه. چرا نه؟ خب وقتشه دیگه. نمیتونم. چیه؟ خال شدی؟ من این کارو نمیکنم. پس کی؟ هیچ وقت. من دارم از اینجا میرم. داری میری؟ مگه با توه؟ این کاره واسه این یه دست لباس و یه جفت چکمه بود. بعد با کجای کاری؟ یه سکه خالصه، تکونش بدی کلی پول ازش میریزه. اصلا با خودم میریم کلانتری عارض بشیم. آره فیلم کن برم تو رو خدا. وایسا ببینم دختر مگه خدایی نکرده زده به سرت. من این کارو نمیکنم. نمیکنی؟ اگه تیکه من بکنی این کارو نمیکنم. من این کارو نمیکنم. نمیکنی؟ چی من میگم باید بکنی؟ من چی من میگم باید بکنی؟ دهنشو وا کرده. هرچی لایق خودش بوده بار من کرده. اگه راست میگه حالا صدا نکنید شما هم آروم باشید. شلوغ نکنید تا تکلیف معلوم بشه. ساکت. بعدش یهو دیدم این یارو با 3 تا گردن کلفت دیگه ریختن رو سر دختره. انگار شهر هرته و محل هر کی. دختر بیچاره عین گنجیش دل میزد. یه دفعه قاطردیم. شما بودین همین کارو میکردین. یعنی خار مادر مردم از دست این اراذل نباس نفس راحت بکشن. ایشون خواهر شما هستن؟ نه قربون، اما من این خانمو میشناسم. خواست که پشتش در میومدن. دقیقاً ایشونو میشناسین؟ بله. چطور ایشونو میشناسین و نمیدونستین که آقا برادر خانم هستن؟ اون آقا کی باشم؟ برادر خانم. من نمیدونستم. یعنی من نمیدونستم. بله مطمئنم که نمیدونستین و فکر میکنم شکایتی که آقا کردم براتون خیلی گرون تموم بشه. گفتم که من نمیدونستم این آقا برادر خانومه. اگه مرض داشتم که بزنمش. مسئله زدن نیست. شکایت آقا راجع به چیز دیگه ایه. راجع به چی؟ اخفال. نمیفهمم. اخفال؟ ایشون شکایت کردن که شما خواهرشونو اخفال کردید. مزخرف میگه جناب سروان. میگن شما خواهرشونو گول زدید. چرت میگه. میگن بیخود میگن. همینطور کشکی که واسه مردم حرف در نمیارن. من فقط به خواهرش کمک کردم. اسم کاری که شما کردین کمک نیست. پس چیه قربان؟ شما این خانمو بردین تو خونتون. ای بابا خودش اومده تو خونه من. چند روزی تو خونه شما بوده. درسته. به خانواده‌اش هم خبر ندید. درسته. به کلانتری محل هم وقتی برادرش برای برگردونش تلاش کرده شما جلوش گرفتید. خیر این دیگه درست نیست. من چه میدونستم اون برادرشه؟ در هر حال طبق قانون این جرم آقا. ای بابا جناب سروان، آخه چه جرمی؟ من یه دختر بدبخت و بیچاره رو که هیچ پناهی نداشته تو خونم راه دادم و مواظبتش کردم. خودم و مادرم بهش محبت کردیم. حالا برادرش بعد این همه محبت بلند شده دار اومده که من خواهرش رو گول زدم. خب مگه دختر بچه صغیر خودش نمیتونه حرف بزنه؟ چرا از خودش نمیپرسی؟ گوش کن فاتی، من تو رو گول زدم. که بیه خونه منو جلو پلاستو پهن کنی. بگو دیگه، بهشون بگو من گولت زدم. به سوال ایشون جواب بدین خانم. آیا ایشون شما رو اخفال کردن که از خونتون فرار کنین؟ بله. بفرمایید. دیدین خودش هم گفت که من گولش. تو چی گفتی؟ چی گفتی یه دفعه دیگه بود؟ من گولت زدم؟ بله. شما بفرمایید. شما بله ما بفرما. اومد. سلام جناب سرخار. اومد. شما تو این دعوا شرکت داشتین؟ چی داشتو؟ شما این آقایونو کتک زدین؟ ها اینا رو آره مو زدیم. بله. چرا؟
چرا زدو؟ این کاظم آقا همش به ما میگه دعوا نکن. ما یه دفعه دعوا کردم، او واسه ما غضب اومد، اما دیشبی یهو دیدم خود کاظم آقا داره کتک میزنه. خب وقتی خود کاظم آقا کتک میزنه بعد از اون اینجوریه که کتک نزنم. خب ما زدم. با شما میدونستین دعوا به خاطر چی بود؟ نه به ما چی مربوطه؟ ما سرمون پایین تو کار خودمونه، ما تو کار مردم دخالت نمی کنیم. ما دیدیم کاظم آقا میزنن ما زدم. نه شما بگو ما بد میزنم. خود شاعر گفته نبی آدم دست پای یکدیگر رو میخورن. خیلی خوب بفرمایید سر جاتون. یه‌شو نمیخوایم بخونم؟ نه خیر بفرمایید. حالا ما رو میندازین زندون؟ بله. کاظم آقا میاد؟ بله اگر آقا خانم رضایت ندن بله. نه آقا خانم رضایت نمیدن. ما کاظم آقا با هم باشیم، هر جا باشه خوبه. کاظم آقا بلند شو که داره دیر میشه، بلند شو. جناب سرکار راه زندون از کدوم طرفه ها؟ فقط یک کلمه بگو چرا؟ تو چه قشنگ آدمو گول میزنی دختر، چه خوشگل دروغ میگی، ناز شست. خب من باید چیکار کنم جناب سروان؟ یا باید رضایت خانم آقا رو جلب کنیم؟ من محتاج رضایت کسی نیستم جناب سروان، من خودم در زندون پیدا میکنم. فعلا بیرون تشریف داشته باشید. متشکرم. به تعظیم عرض میکنم. ببین تو نه دعوا کردی نه کتک زدی، حق زندون اومدنم نداری. من و کاظم آقا دوتایی میخوایم بریم زندون مال ما دوتاست، قریبم راه نمیدیم، مال خودمون دوتایی. نه زندون جد آبادت بره تو زندان بذاره. قربان من تمام کارا رو درست. این یارو آشنای اون تو سینما آقا به خودم دیدمش. تو حرف نزن قربان، بیا تو. ایشون رضایتشونو میگیره. ما گناه کبیره مرتکب شدیم. استغفرالله قربان، زبانم لال. چیزی نیست یک پیش آمده که حل میشه. ایشون رضایت اونا رو میگیره. فقط چیزی که هست فقط چی؟ فقط یک کمی باید بهش کمک کنی. بله. از صحبت سر کلاشی کلاهبرداریه. حالا روشن شد قضیه چیه. ناکسای بی پدر مادر، برو بمیر. من باج به شما میدم، من پدرتونو در میارم. شما همه رضایت. به تعظیم عرض میکنم. ببین تو نه دعوا کردی نه کتک زدی، حق زندون اومدنم نداری. من و کاظم آقا دوتایی میخوایم بریم زندون مال ما دوتاست، قریبم راه نمیدیم، مال خودمون دوتایی. نه زندون جد آبادت بره. خب مگر کاظم آقا نوکرش مرده که پا تو زندان بذاره؟ قربان من تمام کارا رو درست کردم. این یارو آشنای اوناست. بیا تو. تو سینما آقا به خودم دیدمش. تو حرف نزن قربان، بیا تو. ایشون رضایتشونو میگیره. ما گناه کبیره مرتکب شدیم. استغفرالله قربان، زبانم لال. چیزی نیست یک پیش آمده که حل میشه. ایشون رضایت اونا رو میگیره. فقط چیزی که هست فقط چی؟ فقط یک کمی باید بهش کمک کنیم. بله. از صحبت سر کلاشی کلاهبرداریه. حالا روشن شد قضیه چیه. ناکسای بی پدر مادر، برو بمیر. من باج به شغال نمیدم، من پدرتونو در میارم. شما همتون کلاهبردارین. دارم میگم میرزا، یک قرون بهش بدی گردنتو میشکنم. تاش میشه قربان. من به تو گفتم که من یه پاپاسی قبول ندارم. من زیر بار کلا میرم. اونا کلاهبردار بودن. میفهمی خانم جان؟ کلاهبردار. اون دختره با اون زلفای دموشی با اون صورت معصوم کلاهبردار بود خانم جان، کلاهبردار. من به این گردن شکسته گفتم من میرم زندون، اما زیر بار حقه و کلک نمیرم. ولی مگه به خرجش رفت؟ این بی پدر حسوده خانم والده، حسوده. قرار شده بود با دوتایی بریم زندون. این حسودی شوشن، این حسوده. تو میدونی آدم کجا شده؟ اینجا نمیخواد نشون بدی، همه میدونن. میدونی همش تقصیر تو میرزا. گفتم نمیخواد باش کنار بیای، اما واسه حرف من فاتحه هم نخوندی. والا میدونی بنده عرض کنم که بنده دیدم جناب عالی که تشریف ببرید زندون. سلام. توف به گور پدر هرچی آدم پر روه. میبینی خانم جان؟ باز اومده
دیگه چی میخوای؟ اومده دوباره اخفال بکنیم. خوبه دوباره اخفال میکنیم، دوتایی میریزن تو دست این میرزای ریشال خلاص میشیم. تو چطور رود میشه دوباره در این خونه رو باز کنی؟ چطور رود میشه تو چشای من نگاه کنی؟ نگاش کن خانم جان. این همون اسک معصومه که میگفتی. واسه چی دوباره برگشتی؟ چرا دوباره برگشتی؟ چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ اون همه آبروزی بس نبود؟ اومدم معذرت بخوام. معذرت میخوام که گولتون زدم. معذرت میخوام که حق بازی کردم. معذرت میخوام که کلاتون رو برداشتم. آره بابا خوب شد اومدی. اینه که گفتی راحت شدم. درسته ما میگیم درست نیست. تو حرف درست میدونی چیه؟ حرف درست اینه که تو حق بازی. حرف درست اینه که تو دزدی کلاهبرداری. حرف درست اینه که داری حالمو به هم میکنی. من مجبور بودم. چرا؟ پدرم داشت میمرد. فهمیدی؟ اینم دروغه. تو حرف نزنی خانم جناب. من که چیزی نگفتم. اگه جلوتو نگیرم میگی مثل برق واسطه میشی که نره. از اینجا برو. 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 دیگه نمایش تموم شد پدر. راستی تموم شد مگه نه؟ اینجا چقدر تو کوره. اینجا چقدر گرمه. میرزا در خدمتم قربان. که باید در خدمت باشی. بله قربان، در خدمتم قربان. میخوام آدرس اون دختره رو برام پیدا کنی. از هر جا که میتونی بپرس. از اون کلانتری اون روزی. از هر جا که به نظرت رسید برام پیداش کن. من میخوامش. والا عرض کنم که بنده قربان عبدم، عبیدم، مربیم، چاکرم، حسابدارم، ولی قربان این یک کار رو نمیدونم اسمشو چی بذارم. بعد پیداش کن. چشم قربان پیداش کن.
تو هر کافه‌ای که دنبالت میگشتم دعا میکردم حرف همسایتون دروغ باشه. آخه چرا زن؟ چرا؟ اینا و خیار چی شده؟ همه چی به هم خورده، همه چی داغون شده، آسمون به زمین اومده، همه چی زیر و رو شده. ها حالا گیرم که میرسخی مگه رزق بده؟ رزق شادی میاره، ایشالا که همیشه رزق شادی باشه. ما خودمون تو ولایتمون همیشه میرسخیم، ایشگی هم دعوامون نمینه. تازه اگه میرسخید خیلی هم خوب میرسخید. تازه اگه تو رزقشو دوست داشتی ما که خیلی دوست میداشتم. تازه اگه تو راست میگی برو بگیرش، اون وقت دیگه واسه هیچ کی نمیرسخه، غیر نمیده، فقط واسه خود بیرخصه. میشه یه کاری واسه ما بکنی؟ ما میکنم. یه دقیقه اون دهان گالتو ببند و بگی به تو مرگ. ناسزا میگه سرمون نمیزنه. سلام بیبی خانم. خدا حفظت کنه کاظم آقا. کار و بارا چطوری؟ به مرحمتتون بد نیست. وقتی خدا بیامرز زنده بود هر جا که تو یه کاری میموندم، هر وقت که از دار دنیا خسته میشدم فقط راه این خونه رو بلد بودم. مرشد واسه من یه پدر بود و این خونه تنها جایی بود که بهش پناه می آوردم. این خونه هنوزم مال خودته. خدا صاحبشو نگه داره. بفرمایید. ممنونم. برم یه چایی واسهتون بیارم. شیر طوری شده؟ کاری هست که توش موندم. یه نفر باز حرفامو میشنفت و راه و نشونم میداد.
من سوای خونه مرشد جای دیگه ای رو بلد نبودم. بفرمایید. خیلی ممنون. خدا سرافرازت کنه جوون. چی شده کاظم آقا؟ چی دلتو پر کرده؟ در دکون هیچکی نیست کاظم آقا. اگه اجازه بدین من مرخصم. خیلی میبخشینم. خواهش میکنم. خداحافظ بیبی. به سلامت عباس جو. وقتی به سن اون بودم هیچ جای عالمو ندیدم. یا تو کار بودم یا تو ورزش. راه خونه و زورخونه تنها راهی بود که بلد بودم. نه چیزی دیدم نه چیزی خواستم. اما حالا که هر روز صبح جلو آینه سفیدی موام داد میزنه، چلچلی بهار و تابستونم تموم شده و تو سرازیری زمستونم، بد طوری گیر افتادم. چشام چیزی رو که نباس میدید دیده و دلم چیزی رو که نباس میخواست خواسته. مبارکت باشه. دیگه داشت دیر میشد. عیبش چیه؟ رحمت خدا برای یه نفر قد یه نفره، اما وقتی 2 نفر شدی رحمت خدا قد یه دنیا میشه. گیر کارت چیه؟ دختر تو کافه میخونه هر شب جلوی 1000 تا چشم. اینشو میدونم، شایدم بدتر از ایناست که نمیدونم. خب حالا اومدی بپرسی که چی کار باید بکنی؟ آره. فکر میکنی اگه مرشد بود چی کار میکرد؟ خدا نگرت داره بی. جوابمو گرفتم. را بیفت بریم. واسه چی؟ میگم را بیفت بریم. آخه واسه چی؟ واسه اینکه اون بیرون باهات حرف دارم. آخه اینجا که نمیشه خواستگاری کرد دختر. الهی که من فدای تو بشم. جواب من معلومه. نه، تو نباید این کارو بکنی. من سالهای سال آرزو داشتم تو زن بگیری و برام عروس بیاری. دلم میخواست صاحب نوه بشم، اما حالا بعد از این همه سال و این همه آرزو میخوای برام عروسی بیاری که اشوهاش و عرق خورای کافه ها دیدم. من نمیتونم اینو قبول کنم پسرم. حرف آخرتو بزن خانم جان. حرف آخرم از خونه من برو بیرون، برو هر جای دیگه بجز اینجا. اینطوری اقلن دلم راحته که با یه همچین زنی زیر یه تاق نفس نمیکشم. باشه، هر طور تو میخوای خانم جان. دلم واسه تنگ میشه خانم جان. بیا تو درم به من غلام. بس بیا. شبونه فقط همینجا رو تونستم واسط پیدا کنم. وای چطوره؟ چقدر قشنگه. خیلی قشنگه. من تا حالا یه همچین خونه ای نداشتم. حالا داری. حالا مال خودته.
چرا تار میبینیم؟ ما میرم در وا میکنم. کیا؟ واکن میرم. کیا؟ واکن دیگه. کیا؟ واره کنار ببینم کاظم آقا کجا بشی خانه خراب؟ آقا کاظم آقا این چه وضعیه؟ آقا این چه بساطیه؟ چیه؟ این چه جور آبروریزیه برادر؟ چیه حاج آقا رضا؟ چه خبره؟ چی شده داری بلبل زبونی میکنی؟ میا اینجا خونه منم. بله آقا من اشاره دادم به شما نه به کسی دیگه. وقتی گفتن کاظم آقا خونه رو میخواد گفتم رو چشمم. قبالش هم میخواستی بر پدرم نعلت اگه 2 دستی نمیدادم. اما آقا کاظم آقا من نمیدونستم که شما میخواین یه خانومی رو بیارین اینجا بشینه که بشینه که چی؟ خودت دیگه میدونی آقا کاظم آقا. سلام یادت رفت حاج آقا رضا. یه خانوم اینجاست. سلام علیکم. سلام. خانم گفتن علیک سلام. حالا پسراتو وردار برو دنبال کارت. کجا برم آقا؟ کجا برم؟ اینجا خونه منه. خونت بود دیشب اجارش دادی. من غلط کردم آقا. من به گور پدرم خندیدم. من به کاظم آقا اجاره دادم نه به زبونمو وا نکن کاظم آقا. خودم اساسیشونو میریزم بیرون. دیت زیادی داری چرت و پلامینی ها کچل ها. برو بشین غلام. برو. امتحانش کن. از کی تا حالا شما گردن کلوف شدین بی بخارای الکی خوش جلنبر؟ حاج آقا رضا دیگه این طرفا پیدات نشه. اما اگه پیدات شد بهتره که با 7 پسرات بیایی. حالا میفهمی. پاشیم بریم بچه ها. من شکایت میکنم. حالا میفهمی نشونت میدم. نشونت میدم کی پیش میبره. خوشم اومد. اگه 14 تا بیا اینی که عطا دیدم هیچ کاری نمیتونن بکنن. خوشم اومد. متشکرم. نمیری. این محل ناموس ماست. در هر خونه توی هر خونه توی هر اتاق اسمت ماست. غریبه محلمون فقط آفتاب خدا بوده. هیچ زنی بد بودن و کاسبی کردن و تن فروختن و تو این محل حالش نیست چیه. اما حالا اون بالا تو خونه رئیس انجمن محلمون بزرگتر محلمون یه زنی پوستخ پهن کرده که کاسبیش فروختن تنشه و قر و غنبیل اومدن تو کافه ها برای مردای از خدا بیخبر. خدایا خونم آتیش بگیره که زیر پای همچین زنیه. بزرگ محلتون یه بدکاره آورده تو محل، یه زن بدله هم آورده تو محل. آدم به کی بگه این دردشو؟ چه خبره؟ خب حالا میخواین چیکار کنین؟ بازم میخواین یه همچی مردی رئیس کل و معتمد محل باشه؟ میخواین تموم امونتیامون دست اون باشه و اون دعواهامونو حل کنه؟ میخواین؟ ای خب پس اگه نمیخواین همینجا بهش بگین. ده بگین ده. حرفاتو زدی حاجی؟ هرچی گفتنی بود گفتم. خیلی خوب. پس برو بیشین تا ما حرفامونو بزنیم. بازم کسی حرفی داره؟ راسته که شما این زن بردین تو خونتون؟ بله. راسته که قبلا تو کافه میرقصیده؟ میرقصیده. میخوایم ما زنامونو که رنگ آفتاب و مهتاب ندیدن بذاریم تو دکون قصابی و بقالی و نونوایی بغل دست اون وایسد؟ میخوایم ما ناموسمون رو بزنیم با کسی که ناموس حالیش نیست هم کلام بشه. نمیتونیم ببینیم رئیس محل یا نشونده داره. ما همه پسرای جوون داریم. از این جور زنم تو خیابون پره. فردا هر پسری دستی همچین زنی رو میگیره و میاره تو محل.
بزرگی و بزرگی پیشکش خودتون. حاجی حی حاضر همینجا وایساده. از همین امروز هم بذارین رئیس انجمنتون همین آدم باشه. ما هرچی کشیدیم بسمونه. بزرگی محلی که اهل محل شماها باشین نه افتخاری داره نه یه پاپاسی میارزه. تازه شماها که شب میخوابین و صبح بلند میشین یه بزرگی رو از بزرگی میندازین و یه کوچیکی رو بزرگش میکنین. شماهایی که از فاصله یه غروب به سفیده صبح شمرتون امام میشه و امامتون شمر. چه اعتباری بهتون هست که آدم تکیه بهتون بده و دل به مهرتون ببنده؟ اهالی محترم محل، خانومای آفتاب ندیده، آقایون سجاده نشین، آقا پسرای قد و با حیثیت، این شما و این محل. شما رو به رئیس تازه محل سپردم و رئیس رو به شما و همتون رو به خدا. خدا ایشالا راه راست رو نشونتون بده. و اما حرف آخر، اون آیونی که اون وسط میگفتن خانومو میخوان بندازن بیرون، حرفشونو شنفتم اما خودمو میزنم به نشنفتم. ولی اگه حرفشون دنبالش عملی داره، اگه از اون آدمایی نیستن که نشسته مردن و وایساده زن هستن، پاشن وایسن و برن اون کاری که گفتن بکنن. برن که اون خانمو از محلش بندازن بیرون. برن تا ببینن که از اینجاش دیگه با من طرفن و بعد جوری هم طرفن. برن تا بفهمن که رفتنشون با خودشونه و برگشتنشون با کرام الکاتبین، که اگرم برگردن خیال نمی کنم سالم برگردن. یه دقیقه وایسا حرفم گوش کن. اون پسر منه، خونه دل خوردم، زحمتشو کشیدم، تمام امیدم زن گرفتن و بچه دار شدن اونه تا اینکه تو پیدات شد. من بهت محبت کردم اما تو از همون اولش تقلب تو صورتت بود، از اولش هم دروغ گفتی، از اولش کلک زدی. تو اونو دوست نداری، تو هیچ وقت اونو دوست نداشتی. این مثل روز برام روشن. برای شما هیچی روشن نیست خانم. خانم من دوستش دارم، تمام بند تنم داد میزنه که دوستش دارم. آخه چی کار کنم که باورتون بشه؟ بیاین قلبم از تو سینم در بیارین و ازش بپرسین که چقدر دوستش دارم. آره بیاین قلبم از سینم در بیارین. تو تمام عمرم واموندگی رو دیدم و بدبختی رو. چه ذلت‌ها کشیدم، چه خنده های بی خودی که تحویل مردم دادم، چه جلدای جور و جور که عوض کردم. درسته خانم، من با حق بازی و کلک اومدم خونه شما، اما بند به پام خورد، مثل مرغی که پاش بسته میشه. تو تمام زندگی اون چه که نگر داشتم و نباختمش دلم بود که اونم تو خونه شما دادم. پسر شما به من زندگی داد، به من محبت داد، به من گفت خانوم. آخ خانوم چه کلمه قشنگی. هیچ کس بهم نگفته بود ولی پسر شما بهم گفت. اگه یه پرنده بال شکسته دلتون رو میسوزونه، من اون پرنده فرض کنیم. اگه یه سگ خسم جرونده شما رو به رحم میاره، من اون سگ بدونیم. اگه یه علف که از بیابی خوش شده اشک به چشمتون میاره، من اون علف خیال کنی. به من رحم کنی خانم. پسر شما تنها کسیه که من تو زندگی دارم، اونو از من نگیری. تو رو خدا از من نگیرینش. اما اون با تو بدبخت میشه. اون داره همه چیزشو میبازه، آبروش، اعتبارش، احترامش، همه چیزشو باخته. نگاه مردم که همیشه توش احترام و محبت بود حالا فقط تمسخره. آخه این چه جور دوست داشتنه که تو میخوای همه چیز اونو بگیری؟ تو بهش چی میدی؟ هیچی. اگه دوستش داشته باشی 10 روز بعد عادی میشه.
ولی زندگی اون کار و احترام و شغلشه. عذابت دار. نه، چشمامو وا کرد. تو این دنیا بعضیا هیچن وصله تن بعضیا باشن. این حرفا چی از صحبت‌های مینی ها؟ خود شاعر گفته بنی آدم اعضای دست و پای یکدیگرن که در آفرینش مال هم دیگرن. این شعر غلام. بنی آدم هر کدوم از همدیگه یه دنیا فاصله. من از اینجا میرم. چی خیالت هستن؟ تا هیچ جا نمیری. وای میسی و باشون جنگ میکنی. اگه یکیشون بشه 10 تاشون بشه بمونی و باشون جنگ بکنی و چیزی که مال خودت هم بگیری. نه، تو این جنگی که تو میگی کاظم قربونی میشه. یا دیگه زیادیه. من که نمیذارم تو پا پس بذاری. آره نمیذارم. نه غلام، تو کمکم کن از اینجا برم. به خاطر کاظم. موندن من اونو داغون میکنه، بی آبروش میکنه. منو از اینجا ببر، کلفتی تو میکنم. تو خیال کن یه خواهری داری که کمک تو میخواد. به خواهرت کمک کن. تو رو خدا، تو رو به مردونگی تمام مردا بهم کمک کن غلام. منو از اینجا ببر. تو خودت اینطور میخوای؟ آره. باشه، میبرم تا آبادی خودمون. رفتن کاظم آقا، رفتن. دیر اومدی قربتی زودتر برد. یه ساعت واسش داد و فریاد کردی، دختره گذاشت با یارو رفت. میرزا بلند شو ببینم قربتیه کجاست؟ سلام عرض میکنم قربان. یارو کجاست؟ یارو تو اون خونه است. قربان. تو اونجا نیستش؟ نیست، خدا رو شکر که رفت و ما رو راحت کرد. یادت میاد اهل کدوم ده بود؟ بنده به نظرم قربان اهل دهات همون طرف هاست که سوارش کردیم. اما قربان اگه رفته بذارید بره. باید پیداش کنی. یا چه خبرشونه انقدر قال و قیل مینه؟ مگه آدم ندیدن؟
کاظم آقا خوش اومدی. اونوقع تو لیاقت دیگه همچی جاهاییه، درسته؟ ما خودمون بشت میگم که چی شده اومده اینجا. تو دیگه شفه شد. کاظم آقا قربتی رو از تو بیابون تا تو شهر بردمت، از تو کلانتری آوردمت خونه خودم، خوابوندمت، بهت جا و مکان دادم، چشم و بستم و به تو ناکس اطمینان کردم. زنی رو که دوستش داشتم دستت سپردم، خیالم راحت بود که یه مرد مواظبشه. تو یه ناکس نامرد دروغگوی شارلاتان جواب همه محبت من اینجوری نامردتر از تو خودت. برو گم شو هرزه. بکش دستتو ببینم. در خونم و ملقت شکستی، هیچی بهت نگفتم. حرمت 4 دیواریمو ورداشتی، هیچی بهت نگفتم. به صورتم توف کردی، هیچی بهت نگفتم. به هم دشنام دادی، هیچی بهت نگفتم. اما اگه یه دفعه دیگه به این زن بگی هرزه، به ولای مرتضی علی جلوت وای میسم بدجوری وای میسم. تو به این میگی هرزه؟ تو دونی او چرا خونه و شهرشو ول کرده اومده اینجا؟ واسه این که مادرت بهش گفت، واسه این که حرمت سر جاش بمونه، واسه این که مردم بهشت پشت نکنن، واسه این که اعتبارت به هم نریزه. حالا اگه تو به این میگه هرزه، پس به کی میگی نجیب؟ برو لباساتو جمع کن، ما برمیگردیم خونه. مام لباسمونو جمع کنم. جان خندید اونوقش فاش شد. پس ما میرم لباسمونو جمع کنم. خانم جان. سلام به خدا. ما رو تو خونت راه میدی خانم جان؟ من رفته بودم، اصلا از این شهر رفته بودم. میدونم. حالا چرا نمیاین تو؟ بندون کردی جوون واسه حرف زدنه یا اسم در کردن؟ شنفتیم برگشتی؟ تو مدرسه که بهت گفته بودن خوش نداریم زنی که اسمش روشه بغل گوش خار مادر ما باشه. اومدیم بهت بگیم که بری. کی اینو میخواد؟ همه اهل محل، همه این خونه ها که پیراشون آبرو دارن و جووناشون غیرت. ما جوونای اون خونه هاییم. ما با یه بیا اینجا نیومدیم که با یه برو بریم. اینو با اون پیرای آبرودارتون بگو. وایسا از اینجا برو کاظم. ما چی میریزی؟ ما خوب میندازم ما کاظم آقا. حقته که او سخونای دستتو له کنم جوون، اما حیف که یه عمری دستم تو سفره بابات بود. کاظم
قاسم آقا بزن اون یا بکش اون بزن اون قاسم آقا بزن اون وقتی خونه رفتین جریان امشب واسه عهد عیالتون گفتین یه چیزی دیگه هم بهشون بگین. من میتونستم هر جای دیگه باشم بجز اینجا، جایی که آبتره و درختاش سبزتر و آسمونش پر ستاره تر. اما موندم اینجا و دلم خوش کردم که آب تو جوباش و سبزی به درختاش و ستاره به آسمونش نیست، تو دل آدماش صفا و محبت هست. اما مردشی اون صفاتونو ببره. کاش به جای اون صفا یه جا عقل تو کلتون بود. حرمت و اسمت محل ارزونی خودتون که من دیگه داره حالم از این حرمت و اسمت به هم میخوره. یه غلام بیا ولشون کن. نداشتی یه کتک سیری بزن و ما. خدا مرگم بده، چه بلایی به سرت آوردن پسرم. دلم میخواد زدن آفتاب فردا رو یه جای دیگه ببینم، یه جای دیگه بجز اینجا. حتی اگه قرار باشه بریم ده غلام. غلام ما رو میبری پیش مردمت؟ میبرم، من خوبم میبرم. معلومه که میترسید، میدونست هر وقت بخوام میتونم زن پیش ما دیوارش از کوتاه هم کوتاه تره. که صداش به رجز خوندن بلند شده. پسر منه. تویی که داری رجز میخونی؟ شما لازم نکرده چیزی بیاری. ما همه چی تو ولایتمون داریم. دیگ داریم، دلبر داریم، داریه داریم، سپایه داریم، ملافه داریم، ملاقه داریم، شیره داریم. از اونایی که با برف میخوره را اشتباه نشه. تو هم راه بیفت. حالا دیگه هممون با هم میریم. سلام علیکم. سلام علیکم. پیرشین، از کی حرف میزنی؟ زخمش زدم بیبی. زخمش زدی؟ زخمش زدم و هیچی هم نتونست بهم بگه. قارقور کرد و رفت. حالا دیگه دست اون زنیکه رو میگیره و از این محل میره. چرا زخمش زدی پسر؟ چرا؟ واسه اینکه اون زنیکه رو آورده تو محل ما، بیخ گوش ما. اونم یه زن هرزه، بدتر از یه زن گناهکاره. تو کی هستی خدا؟ تو چی کار است؟ به نظر تو کی پاک و درست و با خدا و بی گناهه؟ من هستم؟ مادرت هست؟ زبونم لال بیبی. معلومه که هستی. تو تاج سر همه محلی. موی تو رو تا حالا هیچ نامحرمی ندیده؟ دیده؟ نماز و روزت یه روز پس نیفتاده؟ افتاده؟ زیارت یه شب جمعه ترک نشده؟ شده بیبی؟ نه نشده. اما میدونی وقتی میرم زیارت و جلوی صحن وای میستم چی میگم؟ حتی دستمو به ذریح نمیزنم، فقط میگم یا امام تو شاهد باش، شاهد باش توبه‌ای که 40 سال پیش اینجا کردم تا حالا آب توبه‌ای که مرشد مرحوم به سرم ریخته هنوزم نمش به سرمه. مادر تو، مادر مقدس تو یه توبه کرده است پسر. نه مادر هست، خود خودم شاهده که هست. پدرت مرشد منو توبه داد و عقدم کرد، یه شاهدم بود، شاهد توبه کردنم و عقدم. کاظم آقا همون که زخمش زدی، فقط اون همه چی رو میدونه. خب پسر، هنوزم به خیالت نمیتونست به تو زخم بزنه؟ نمیتونست؟ حالا اهالی محترم بشینین و بازم فکر کنین. شاید لازم باشه منم از محلتون بیرون کنین. با این حرفا که شنفتین انگار منم باهاش یک گناهکار باشم.
از اینجیم جوون، اما نه واسه این که تو با رفیقات اینو خواستی، واسه این که خود من حالم از شما مردم به هم میخوره. اگه بخوای میتونی بری کاظم آقا، اما واسه این که روشنشی باید اول منو از سر رات رد کنی. واسه این که از سر رات ردم کنی باید منو بکشی. اله که خودش میخواد مو این کاری میکنه. مو ولش کن. تو چی میخوای جوون؟ میخوام که بمونی، میخوام که ما رو ببخشی. اگه چیزی گفتیم، اگه غلطی کردیم، اگه جسارتی شد، میخوام ما رو ببخشی. اگه نفهمیدیم که تو چه جواهری برای چشامون کور بود، بمون کاظم آقا، ما رو ببخش و بمون، یا منو بکش و برو. پدرت سالها پیش یه چیزی به من گفت جوون. اون گفت کفتری که از رو بوم پریده باید بره و پشت سرشو نگاه نکنه. اگه پشیمون بشه و سر خونه اول برگرده، میشه یه کفتر جلد که آب و دونش به دست دیگرونه، لونش سر یه بوم غریبه و خونش توی یه قفسه. کفتری که پرید باید بره. ما هم از اینجا میریم جوون. چیزی بهش نگو میرزا. مرد ریشو. بیبی! پس اگه میگی نه کاظم آقا، به بیبیم بگو، به خودش بگو نه. پیش ما بمون کاظم آقا. ازم نخوا بیبی. اینو تمام مردم محل میخوان. نمیتونم بیبی. اینجا بمون کاظم آقا. ازم نخوا بیبی. من بهت میگم بمون. من میگم بیوه مرشد. ازم نخوا بیبی. رو حرف من نگو، بمون. ازم نخوا بیبی. رو سیام که رو تو زمین مینزم بیبی. رفتن یا باید برن، مثل ما که داریم میریم. بیبی حالا دیگه اگه دلت میخواد از پیش بری، سرتو بنداز پایین و راتو بکش برو. منم وای میستم اینجا تا مردم موهای سفید بیوه مرشد رو ببینن که دیگه نه اعتباری داره، نه حرمتی، نه حجابی. ولش کن. وقتی اون لچکو از زمین وردار که بخوای توی این محل بمونی، اما اگه میخوای بری باید پاتو بذاری رو لچک منو از روش رد چی. رسمی که تو هر عروسی چراغونی میشه. مردم واسه عروس محلشون چراغونی کردن. چقدر زنبور، یعنی زنبوری رو بردن. حالا دل موندن داری یا پای رفتن؟ چرتم تو بیبی. انجمن باز امشب جلسه داره.